چی نوشتی شکرانه جان؟ اپا جان من همه چیزی که در دل دارم همواره در همین روی ورق می نویسم. چی چیزی در درون دلت که در روی ورق می نویسیش؟ آن چیزی که اپا جان در دل من هست جز خداوند هیچ کس نمیداند و من هر روز چیزی که مقصد در دلم هست در روی همین ورق می نویسم و کسی چیزی به من میگوید در همین کنج خانه نشسته میبخشم. نویس شکرانه جان، دلت رو خالی کن و تا هر کسی هر چیزی میگوید غمت رو در دلت نخواه. بخشنده ما خداوند است. هر کسی که تو را میرنجاند به خداوند سپار. خب نویس.